سلام عرض میکنم به شما شاگردان عزیز و محترم. با شما هستیم با بخش قسم موبایلات و اینترنت، یعنی بخش موبایل. با شما هستیم با بخش در خدمت شما هستیم با بخش موبایل و اینترنت. قسم موبایلات و اینترنت، بخش موبایل و اینترنت. الاعلام، رسانه، مهرجان، جشنواره، احتفال، جشن، احتفال دینی، جشن مذهبی، احتفال وطنی، جشن ملی، سوشال میدیا، فضای مجازی، شبکات التواصل الاجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، راپتر، مودم، اینترنت، گیگ، فلاش، تحدیث، بروزرسانی، المستخدم، کاربر، اشتراک نت، بسته اینترنت، موقع، سایت، آرشیو، حجب، فیلتر کردن، الموقع، محجوب، سایت فیلتر شده، تطبیق، اپلیکیشن، التطبیق محجوب، اپلیکیشن فیلتر شده، عاجل، فوری، حالت ثانیه، حالت دوم، حال اخرى، حالت دیگر، ملاحظات، یادداشت‌ها، حجم الخط، سایز فونت، حجم الخط، سایز فونت، صور، خلفیات، تصویر زمینه، صندوق، برید، صندوق پستی، برید، پست، جوال، گوشی همراه، نغمه، الرنین، زنگ گوشی، رمش، تک زنگ زد، الوضع الصامت، بی صدا، خدمه، الموبایل، آنتنده موبایل، الموبایل تافه، موبایل خاموش است، الرقم، مشغول، موبایل اشغال است، اخابر، مره، تانیه، مجددا تماس میگیرم، شحن، شارژ باتری موبایل، مفتاح ایران، کد ایران، مفتاح العراق، کد عراق، خارج التغطیه، در دسترس نمی باشد، غیر مستخدم، در شبکه موجود نمی باشد، باتری، لوح المفاتیح، کیبورد، برید، پست، اپ، رسید، شارژ کرد، اقتراح، پیشنهاد، تعلیق، نظر، آنلاین، صوت، صدا، صوت عالی، صدای بلند، صوت ناسی، صدای کم، تصحیح، صحیح کردن، مسح، حذف کردن، دگ الموبایل، گوشی زنگ زد، مجموعه، گروه، رساله، پیام، سری، محرمانه، فیلم، اعلانات، تبلیغات، نشید، سرود، مذیع، مجری، محاضر دینیه، سخنرانی مذهبی، محاضر دینیه، سخنرانی مذهبی، اتصال، مباشر، ارتباط مستقیم، لقاء، دیدار، اجتماع، جلسه، نقاش، بحث و گفتگو، حوار، مفتوح، گفتگو آزاد، تقریر، گزارش، خبیر، کارشناس، جریده، روزنامه، محلل، سیاسی، کارشناس سیاسی، عاجل، فوری، طباع، چاپ، لپتاپ، ماکینه، لوحی، تبلت، مشاهد، بیننده، مستمع، شنونده، قنات تلویزیونیه، شبکه تلویزیونی، قنات الاخبار، شبکه خبر، نشر الاخبار، مشروع اخبار، قنات الاطفال، شبکه کودک، قنات الریاضه، شبکه ورزش، القنات العلمیه، شبکه دانش، البث المباشر، پخش زنده، اعاده بث، بازپخش، شعر، مسلسل، سریال، مسرحیه، تئاتر،
مدرج آمفی‌تئاتر، احتفال طروب کنسرت، جواب پاسخ، ویدیو، ملف پرونده، ستلیت ماهواره. خب این بود از بخش موبایل و اینترنت. تا بخش دیگه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.